بچه‌ها دیگه وقتش رسیده ماینکرافت رو تموم کنیم. ولی اگر تموم کردم بازم براتون ویدیو ماینکرافت میذارم. فقط میخوام نشون بدم که چطوری من اندر دراگون رو کشتم. خب بریم که براتون داستان رو تعریف کنم. پس بزن بریم. روزگاری من یه دنیا جدید باز کرده بودم. به خودم میگفتم انقدر که ماینکرافت بازی میکنم چرا یه ذره به خودم استراحت ندم. گفتم بذار ماینکرافت رو تموم کنم و یه جایی رو انتخاب کردم و شروع کردم به ساختن. خراب کردم همه چیز و خودم. خب این مزاحم است. یک راه آموزش هم دارم بهتون میدم که چطوری پورتال اند درست کنم. بعضیا همیشه میزنن خراب میکنن همه چیز خودشون. خب این چشم های اندر زشت رو بذاریم. اندر زشت ای من خراب کردم. از کجا ریخت؟ قبل از اینکه آخرین چشم رو بذارم تو رو خدا لایک کن. خراب کردم که من خراب دوباره دیدی. قبل از اینکه دیگه واقعا پورتال رو درست کنم تو رو قرآن یه لایک بکن. یه سابم نداری سابم بکن. داریم 40 تایی میشیم. 3 2 1 پورتال ندر اند چیه بهش میگن بپرتوی. همیشه همچین جای میام. نمیدونم چرا کار نکنی. برو دیگه. آقا کی تموم میشه؟ ما یه روز اومدیم یه ویدیو بگیریم. داریم نزدیک میشیم. آخه این اژدهای ندر اومد. اندر درام اومد نوتیفیکیشن. تو رو خدا بچه میخواین من ویدیو رو قطع کنم بکنم. رسیدیم که لازم نیست پس ویدیو رو گچ. بسم الله الرحمن. نرسیدیم. دادا خسته شدم. من الان نمیدونم از کدوم طرف برم. این که دیگه دارم خسته میشم. شما رو نمیدونم ولی خب فکر کنم شما هم خسته شده باشید. والا منم خسته شدم. بودو
بالاخره خودمون رسوندم به نخود. بودو نمیدونم از کجا چی کند پلیر دیگه. حالا مدن بابا کی تموم میشه؟ من ویدیو رو قطع میکنم تا ببینم به کجا میره. بچه فقط 2 بلاک گذشت من پیدا کردم. نمیره. وای من چه غلطی کردم. باید از این برمیک خستم است. بازم ویدیو رو گت میشینه. خسته تو بچه. من دیدم راه دیگه نیست. یه پورتال دیگه درست. همون نخود سیاه قبلیه. فقط یه ذره باید کمتر بکنی. آره حاجی برو بریم. آها پس بگو که باید اون چی اونجا اینجا هیچ اندر دراگونی نیست. حاجی من قبلا داخل این دنیا کشته بودم. نه بذار بریم با هم دیگه بکشیم. آره بنظرم بی صرفه تره. الان چطوری برم بیرون؟ هیچ یه دنیا دیگه میسازم. چیکار کنم دیگه آخه؟ وجود آوردن عجب فلت شريت الله أكبر الله أكبر أشهد أن محمدا رسول الله. بچه ها شما الان دارین که این ویدیو رو نگاه میکنید. من که دارم ساعت 5 و 8 دقیقه این ویدیو رو میگیرم. شما هم حتما داخل کامنت ها بگین که کی دارین نگاه میکنید. نمیدونم الان کی این ویدیو آپلود شده، ولی خب در هر حال چشم شکست دیگه. احمق این شهر ما یک طوفانی داره میاد، خونمونو داره باد میبره. خب قبلا که لایک کرده بودین سابم کرده، اما این دفعه بهتر از همیشه بود. اندر آره نهاش میخوام با یه سلاح بکشمت. بچه ها میخوای خیلی زود بکشمش؟ 3 2 1. بچه ها داره میمیره. XP داره میباره. بارون XP. یوهو صداشون تو رو خود.
چقدر شبیه این چشمان. من پادشاهم، باید به حرفم گوش بدین. البته نمیدونم چرا. این آقا جان، نمیخوای برای ما باشی؟ من الان چطوری برم تو این؟ خب این چطوری وا میشه؟ حالا اینو بکنم ظلم کردم. چیکار کردم؟ واشو دیگه. الله اکبر، واشو. تو رو قرآن مجید، تو رو قرآن. بابا سرگیجه گرفتم، یادم رفت اون کجاست. برای همین از اینا خوشم نمیاد، اندر چیزا. تو رو خدا واشو نگو همش. وای نه، وای من اصلا خیلی یوتیوبر خوبیم. زدم ماینکرافت و تموم کردم. نمیدونم آخرش به چی رسیدیم. آره رسیدیم به این پورتال. راحت میپری توش. ماینکرافت رو تموم میکنی. یوهو او 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 من خیلی خوشحالم. تا ببینم اینا چی نوشته. دیری چی داره؟ اینا چیه؟ The چی؟ And created or کد نویسی کردید؟ قشنگ چیز شده تو ماینکرافت. بریم تو دنیا خودمون زدیم. خب بچه ها، اینم بود از ویدیوی امروز که 13 دقیقه فقط مونده بود تا اندر دراگون رو بکشیم. اولای فیلم که رسیدیم به نخودچی. ولی خب تو دیگه لایک و ساب کن، تو رو خدا. واسه این ویدیو زحمت کشیدم، چون 1000 تا آموزش دیدم از آپارات تا بفهمم چطوری باید آقای اندر دراگون رو بکشیم. البته توی بچگی من کشته بودم، یادم رفته بود. خداحافظ.